آیه دکتر بیا این بار به قراردادمون پایبند بمونیم و تا آخر برنامه دعوا نکنیم. خوبیت نداره توی برنامه که قراره پیچای استراتژیک برای نظام باز کنه خوب نیست که آخرش میپریم به هم دیگه و دعوا میکنیم. این وسط عظما ضایع میشه. باشه دمت گرم که خیلی گل گفتی. بزن قاده. خواستم یاد بگیری که همیشه میشه بدعهدی کرد. این یه اکت استراتژیکی بود که توش کلی برای تو آموزش داشت. عظمام دوباره توش ضایع شد. باشه حالا که اینجور شد یه طور دیگه شروع میکنم. شیخ را گفتند از چه رو گوشه عزلت گزیده ای؟ دستی به محاسن کشید و فرمود فقط همین گوشه است که آنتن میده. قبل از اینکه مهمان گرامی برنامه تو اواخر برنامه غافلگیرانه فک مقام عظما رو بزنن و منو عصبانی کنن، همینجا خودم پیشاپیش فک مقام عظما رو پیاده میکنم میذارم کف دستش که هم ابتکار عمل رو دستم باشه، هم برنامه به خوبی و خوشی پیش بره و صلح و صفا در نظام خدشه‌دار نشه. آفرین همین فرما بگی برو جلو. فقط نمانی به اون جدول 13 آبان و انتخابات آمریکا و اون چاله توسی هم اون طرف داشته باش. بگی آروم از بغل برجام رد شو، جام زهرم نریزه. حواستم به اون پیچ حقوق بشر باشه که خودش داستانیه واسه چند تا برنامه. آیه دکتر حاجی روحانی که خود 16 سال امنیتی بوده مجری فرمان امام بوده که اگه بتونیم باید همه قلمه رو بشکنیم و همه لبا رو بدوزیم. این پشتک و واروها چیه که میزنه؟ آخه این کارا زور میخواد که الان دیگه نمیرسه. مرحوم بابوی همیشه میفهمودن بزن باهاتو عرض میکردن. بله میفهمودن تو کلاس بهداشت معلم گربه رو دیوار رو نشون شاگردا داد گفت ببینید با وجودی که حیوانه عقلش میرسه که باید با زبونش خودش رو تمیز بکنه. یکی از شاگردا گفت آقا این که چیزی نیست، ما هم عقلمون میرسه ولی زبونمون نمیرسه. روشن شد یا چی بذارم که عقلت با زبونت قاطی بشه. آی دکتر من هم عقلم میرسه هم زبونم که اینجا وانسم. بحث بعدی برمیگرد به صحبت ها یکی از سردارای مقام عظما. داشتم گوش میکردم جیغ و کشید و گفت اگه آمریکا بدعهدی کنه، اگه به برجام عمل نکنه، اگه یه قرون از داراییمون آزاد نکنه. گفتم الانه که جنگ جهانی سوم رو شروع کنه. بعد دیدم گفت برجامو میسپاریم به موزه. اینم سردار تو دام و دستگاه مقام عظما. امیدوارم تو کلاس شما نبوده باشه. آیه سلامی مشنگو میگی؟ اون سلامی مشنگو که همون روز اول بیرونش کردم تنهایی کل معدل کلاس رو میکشید زیر صفر. ولی تو حرکت رونالدویی عظما رو داشته باش که به چپ نگاه که پاسو انداخت به راست. اگه این حرف استاده بود او هارت و پورتایی که روز قبلش کرده بود و جدی میگرفته و خطری میشد. اینو با یه ولایتی اضافی از اون طرفو یه موحدی کرمانی هم کنارش بازم تازه معلوم نیست که افاقه بکنه. آدم که به ترس گیجبازی در بیاره. مرحوم بابوی همیشه میفهمودن بزن باهاتو عرض میکردم. بله میفهمودن که مشنگه از شب اول قبر با سوال جوابش میترسید. وصیت کرد که از شب دوم خاکش بکنن. کفنم گفت دست دوم تنش بکنن که فرشته ها گول بخورن. فکر کنن قبلا سوال جوابا رو کردن. آی دکتر ترس مقام عظما به جای خود ولی اثبات بدعهدی آمریکا خیلی دست آورده. خود مقام عظما گفتن مسئولینی که مذاکره میکردن بالاخره فهمیدن که آمریکا بدعهدی داره. عجب. دو تا 4 تا ببین چی دادیم چی گرفتیم. 18 سال کار هسته زیرزمینی با خرج چند صد میلیارد جیرینگی با چند صد تن آب سنگین و کیک زرد و اورانیوم غنی شده و همه رو دادیم رفت. ولی بالاخره موفق شدیم به بعضیا داخل نظام اثبات کنیم که آمریکا بدعهده. این خیلی دست آورده بزرگیه باریکلا. ولی خب شبیه چیزای قشنگ که هست. مرحوم بابوی همیشه میفهمودن بزن باهاتو عرض میکردم. بله میفهمودن که به مشنگه گفتن روز تولد چی برات خریدن. گفت اون پرش فول اتومات قرمز کنار خیابون میبینین؟ همه نگاه کردن گفتن به به. آره گفت آره یه جفت جوراب همون رنگی. ولی آیه دکتر روشن شد یا برفستم به آیه جوراب. دکتر ولی آیه دکتر یه سوال داخل پرانتز دارم. نمیشد به جای این 3 تا منظورم سردار سلامی و ولایتی و موحدی کرمانی یه
نفر درست و درمون میفرستادن قضیه رو جمع جور کنن. طفلی عضما بیچاره آدم نداره بفرسته واسه ماسمالی. قرب ببرم تو کجایی؟ خود اینا رو یکی باید جمع جور بکنه. حالا عضمای بدبخت باید خودشو با اینا جمع جور بکنه. دخلشون به خرجشون نمیارزه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادو. عرض کردم بله میفهمودن یارو سگ تنبل بیحالی داشت. دوز که میومد باید سگه رو میذاشت تو فرقون میدوید دنبال دوز. آقای دکتر ما که از دوران طلایی آقای اوباما نتونستیم استفاده کنیم. مگه مجبورمون کرده بودن که وارد انتخابات آمریکا بشیم؟ مگه برای نظام فرقی هم میکنه که کی انتخاب بشه؟ اصل بدبختی همینه که عضما خودش میدونه فرقی نمیکنه کی سر کار باشه، ولی معلوم نیست که گول کدوم مشنگی رو خورده. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض کردم بله میفهمودن که یارو دم گربه رو گرفته بود میکشید. بهش گفتن گناه داره چرا دم گربه رو میکشی؟ گفت والا من فقط دمشو گرفتم نگه داشتم خودش داره میکشه. آیه دکتر با وجودی که ابتکار عمل رو از ابتدای برنامه دست خودم داشتم حفظم کردم، شما در اینجا بدعهدی کردی. دفعه قبل به مقام عظما گفتی میمون، این دفعه گفتی گربه و جوراب قرمز. دیگه چی مانده این بدبخت؟ شروع کردی عظما رو گذاشتی کنار اون شیخ مفلوک بدبخت بیچاره. هرچی اومدم دور بزنم انداختیش تو جام زر. بعدش که برو با اون سلامی و اومد یه کرمانه بدبخت همه یکی کرد.